شب 3 اکتبر تخمینا ساعت 22:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا محمد خلف عوضبک قادرویچ سال تولدش 1999 ساکن نوع اسپیتامین هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دیهات تقایک از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده است. در نتیجه ماشین به کنار چپ راه برآمده به چقوری 27 متر چپ شده است. بر اثر این صدمه مسافر اوپل رحیموف زفقیار سال تولدش 1990 ساکن نوع اسپیتامین جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خود راننده محمد قلوف و دیگر مسافرانش عمروف جواهر سال تولدش 2000 ارتقوف روشن روزبایویچ سال تولدش 1989 و المرادوف دلیر سال تولدش 2002 همه ساکنان نوع اسپیتامین جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان صدها نفر هلاک یا مجروح میشوند. از جمله سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند. در نیمه اول سال 2021 در راههای تاجیکستان 151 نفر در صدمه های نقلیاتی جان باختند. نسبت مرد 44 ساله ساکن شهر خوجند پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است که او روز 25 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 21:30 با راه پنهانی از داخل автомاشین تمغه مرسدس بنز که به مرد 43 ساله ساکن امین شهر تعلق دارد 6500 سومانی 726 دلار امریکایی و حجت‌های автомاشین را دزدیده از جای حادثه غیب زده است.